فشار شکم پایینه. راستی غذا کنن نمی‌خوری که فشارت نیاد پایین. شو بیان غذا بخورم معلومه. غذا نمی‌خوره. غذا نمی‌خوره. همین حالت هواش مال فشار شه؟ آره فشار که پایین باشه آدم حالت هوا میگیره، سردرد، سرگیجه میگیره. آب میوه چیزای شل هرچی میشه غذا نمی‌خوره. بابکی بخور. حالت دیگه می‌ذاره غذا. طوری نیست. حالا یه سرم میذاریم بهش یکم حالش بهتره. هر داروی چی خواب تاسیش بیاریم. من همه چی با خودم آوردم. گفتم شاید هرچی کم دوری نیست. در این فایده همون دو جوره که معروف و این نظری مشاهده نومه بازن این بزه بیومه خودم بیتر خود شما را سر گوشیته یه زنگش بزنم دی بزرگش گوشی کنه شما سر گوشی یه زنگش بزنم ما چیزی غریبی رسید بزنش بزنم گوش زنج بزنم الو سلام خوبی خانم تو اجاره کنم یه پیرلی هستنی مریضه یه خب بای حالی و بیه مریضه بیه استرش نیزنی اصلا بیحاله غذا چند لیتر قشنگ میخوره دست پایلش در دیگه عرق هم میکنه چند بیه استرش بزن دستی در نکنه خدا یه 5 دقیقه دیگه مرسل خردی؟ همین بغل در دیگه نه درست شده سیش خواست درست شد یه چکم درست شد ابی هستیش را بخره میخوایی بیارم؟ خب بیارم میخواری یعنی؟ حالی ناره از ما نخواه غذا باید دوا شکر نارزو باید جوان اونی باید درست میخوایی؟ یا هستیش طوری نیستی؟ جوانی برم
جردی اصلی تری زبوطی سنتر جرمی تری پشت توی چینه. بخا اختارت خواه بخور بگندو کافی میکنه تا بسر خوبی سلام روزم منده بگندو نیست تا بگندی؟ یه سر دراز مچ هست بیشتر سر به در بیار شما دکتر خواستی؟ فرمان سلام سلام ببین بلیتشون فرمان فرمان سلام سلام علیکم من بفرم چشه؟ آقای حسنی چته؟ سردر جیرتشه کی تا الان؟ پادر سردر غذا قشنگ می‌خوری؟ بذار تا فشارتو بگیرم ببینم چند فشاره. امروز خیلی حالش بده داروهاشو من سر وقت نمیخوره. ناروی خره فشارش یکم پایینه. راستی غذا قشنگ نمی‌خوری که فشارت نیاد پایین. شدیم غذا بخیر من حلیمی غذا نمی‌خوره غذا نمی‌خوره این حال تعاوش مال چه مال فشارشه آره فشار که پایین باشه آدم حالت هوا میگیره، سردرد، سرگیجه میگیره، آب میوه، چیزای شل. هرچی دیمیش غذا نمی‌خوره آبکی بخور. حالو تغییر می‌کنه غذا طوری نیست، حالا یه سرم میذاریم بهش یکم حالش بهتره. هر داروی چی خواب تصویش بیاریم من همه چی با خودم آوردم، گفتم شاید هرچی کم دوری هست
خیلی سیزن خوبه نباید دردت کنم بیاد سیزن هم بگید سنتی تو درد آنها یه پرسیزن دیمتسن سندی درد آنها یه چیزی میشی رو یه راسته تا برچه محمودسه با همین میخه دورتر بکن دست من میراسته اصلا نخ میخوره نظرم نه نمیرسه میرسه؟ نه یکم میتونه پیریدی بیرمیتونه بیرمیتونه یکم بیرمی تا برم بالا سب تا برم بالا نه نموزم مستقید من اصلا راستی آنه نه یکم پایین پایین تر بود؟ دوجور بعد داروی چه خواهد کنی خب؟ نه داروهاش خوبن حالا یه آمپولم میذارم داخل سرمش که دیگه یکم سرحال بشه بتونه غذا بخوره همون داروی چه تا بیارم سیدشو کنه؟ تو همین نه داروی بکن؟ یه سری دارویش هم بکن نه درستن او رو نسیم شد آره خوبه ولی اینو حتما سر ساعتش بخوره که سردرداش شدید نشن خوابت خوبه؟ شبا خوب میخوابی؟ خب نه کم کم خوب میشه این ضربه‌ای که خورده خیلی شدید بوده سرش ریه‌اش خیلی تا بخواد بره فکرش رو عمل کنه و بیادم باز این مشکلات رو داره ولی سعی کن خودت اشتهات باز کنی کم کم برو بگرد بیرون یکم هوای آزاد تا یکم تنفست بهتر بشه یکم سرت بهتر میشه دیگه با همین دارو هم یکم سرحال‌تر میشه چه او بر عمل کنه؟ عملم نمیدونم با دکتر جراح فک و صورت صحبت کنید نوبت زدیم واسش؟ نوبت زدیم 3 روز ده نوبت زدیم اگر 20 روز ده تا نه حالا ببرید دیگه با جراح هر وقت که خودش نوبت داشته باشه نوبت بده بهتون
هم زیاده. مال فشارشه. فشارش وقتی بالا باشه باعث میشه که عرق بدن زیاد بشه، بدن آتیش میگیره، گرمش میشه. سعی کن یکم یادگیری کنه، ضربای آزاد به تنفسش بهتر بشه. اینجوری تو خونه هم که خیلی بشینه افسردگی پیدا میکنه. یه خوب بجرم هر دونه. آره آقای حسنی یکم دور بزن تو کوچه، خیابون، پارک، اینجا برو یکم که حال و هوا عوض بشه. اگه اشتها نداری یه بار غذا بخوری کم کم بدیم بهش. مثلا یه ساعتی یه بار، 2 ساعتی یه بار، 2 تا قاشق هم که بخوره بسشه. که فشارش نه باید دیگه خیلی خاله چای میخوره خوش. کم کم بخوره تو نیست خوب میشه. حالا یه خیلی مریضی سختی گذرونده، حالا کم کم تا بخواد بلا بشه بدنش برگرده طول میکشه. چطور یه چایی بیاستش. بهتر رو بی؟ سرام خوبه و زیاد خوب. دستون درد نکنه، زحمت نکشین. ممنون. چطور میشه تا برای خوب جردی. نه یکم یه چی بدیم بخوره، آمپول چیز حالت هوا زدم داخلش تا یکم حالت هواش بهتر بشه. یه چی بخوره بعد یکم پیاده روی کنه. جوشم بفرما. یه خاصی چیه؟ پیو بریزم بیرون. بیرونش طوریه؟ نه اصلا مایات بکن اگه خودش باید سعی کنیم چیزهای مقوی درست کنیم واسهش که زود سرپا بشه. بدنش خیلی ضعیف شده، خیلی خون ازش رفت. درسته که نه یه میخوری؟ زمان چی درست کنم میخوره. یه سوپی کم کم طور نیست تا فکش عمل کنه خوب میشه. یکم مال فکشه نمیتونه قشنگ بخوره. ها بریم با هوای آزاد بزنیست از ما میبریسه غیر وزونه. نه خود یه اتفاقا که میفته واسهشون یکم افسردگی میگیرن، یکم سختشونه. آنی خمامتی بشیبون بیش بنویسی چی بریسه. حالا ایشالله به زودی خوب میشه. حالا یکم فکش عمل کنه، یکم این داروها تموم بشن تاثیرشو میذاره. بهتر میشه.
دیگه وقت نزدیم. طوری نیداره بهش مشکلی نداره. یه سری دارو می نویسم واسش. اگه دیدین حالت تهوعش بهتر نشد با سرم این داروها رو بگیریم بدیم بهش. اگه دیگه حالش اصلا خوب نشد تا فردا بیانش بیمارستان تا باز ببینم. دارو رو بگیریم واسش. اگه دیدین بهتر نشد بعد فردا بیانش بیمارستان تا ببینمش. بهتری یکم سرحال شدی؟ های سنی سرحالی دیگه؟ اگه دیدی دوباره حالت بد شد زنگ بزن میام. اگرم خیلی حالت بد بود دیگه به بچه ها بگو تا بیارنت بیمارستان. دارو رو هم بگیریم بدیم بهش. دست در نکنم. ببخش. دست در نکنم. خواهش میکنم. ایشالله خدا شفاش بده. خوب بشه. فرهاد بشه. خیلی خشم بود. دست در نکنم. خیلی خشم بود.